شهر قدس، شهر قدس میری پسر جان؟ شهر قدس. منم 3 تا دختر بچه نوه دارم. دنیا فقط برای اونا کار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین مادر، خیلی سخته. من خودمو اصلا فراموش کردم. به خودم میگم تو حق مریض شدن نداری، حتی حق مردنم نداری. انقدر خرج بچه ها زیاده، اصلا پولی نمیمونه که بخوام خرج خودم بکنم. مجبورم که با دردام کنار بیام. یه جورایی باهاشون دوست شدم. خدا بده برکت. ممنونم. دامادم دخترم رو معتاد کرد. همین دامادم هی به هم زنگ میزد بچه هامو میخوام. منم عذاب میکشیدم، اسیری میکشیدم. خونم رو عوض کردم، تلفنم رو عوض کردم. میترسیدم هر لحظه ببرن سر چهار گدایی یا ببرن بفروشنشون. یه ماشین پراید دارم که هنوز دارم قسطشو میدم و باهاش مسافر کشی میکنم. میخوام بچه هام دور یه سفره زیر یه سقف خیلی مهمه، زیر یه سقف زندگی کنن. 3 تا دختر نیکو پاک دامن تحویل جامعه‌ام بدم. من در مقابل جامعه خودم مسئولم. اینا رو گلدون میدونم. تو به گلدونت آب میدی، اما من به جای آب دادن خون دادم پای اینا. جونمو دادم. عصامو کی دیدی؟ بده عصامو دستم. زانوهامو دادم، کتفم، کمرم، روده هام. 1 ساله که به خاطر بیماری که دارم مجبورم خودمو ایزی لایف کنم. کمرمو شکونده هزینه ایزی لایف. خیلی گرونه. خدا رو شکر بچه ها رو به اینجا رسوندم. الان بزرگی کلاس 6، دومی کلاس 4، سومی کلاس 3. من امیدوارترین بنده خداوندم. مطمئنم یه روز دخترم خوب میشه، میاد بالا سر دختراش. روزای مادر خیلی منتظرم، اما حسرت اینی که زهرا به من زنگ بزنه کادو هم نمیخوام، فقط بگه مامان روزت مبارک. به دلم مونده زنگ بزنه بگه مامان روزت مبارک. من روز مادر خیلی برام مهمه، خیلی برام مهمه.